خب نکاتی که دیروز بهتون گفتم ببینین همراهتون دارین که من اینجا تیترشو نوشتم که راجبش در ادامهش صحبت کنیم. کشمکش‌ها رو هر 6 تاشو دارین، متوجه شدین که چیا بود؟ اوکی. و فضای منفی رو هنوز یادتونه؟ و تعلیق و سورپرایز و سوسپانس و سورپرایز و توییت داستانی رو، ایونت و اکسیدنت رو اسمش هم روشه دیگه. ایونت برنامه ریزی خود کاراکتره که برای مبارزه با ضد قهرمان استفاده میکنه و اکسیدنت تصادف هایی که توسط ضد قهرمان یا آنتاگونیست داستان مقابل پروتاگونیست قرار میگیره تا به اون هدف اصلیش نرسه. پس این از این. راجع به پارالل کاش حسین هم بودیم واسهتون میشنید، حالا بهش بگین. پارالل هم که بهتون گفتم، اون چیزی که راجع به پارالل گفتم که مینویسین توی فیلمنامه، اون فقط برای فیلمنامه است. اگه بخوایم پارالل رو توی رمان استفاده کنین دیگه اون کلمه نمی‌نویسین که پارالل، اون دیگه خود مخاطب میفهمه که وقتی بخونه براتون میفهمه که این بخش، این فصل با یک فصل دیگه پارالل بود. فقط توی فیلمنامه مشخص میکنین. اونم یک دلیل بسیار بزرگ داره، چون فیلمنامه یک اثر هنری کامل نیست و قراره که فیلم بشه و اون فیلم اثر هنری کامله، ولی رمان خودش یک اثر هنری کامله، ادبیاته و قرار نیست فیلم بشه و بسیار کامل خودش هست و قواعد و چارچوب ادبیات رو داره و مخاطب اون رو باید بخونه همونجوری احساس کنه و اگر احساس نکنه شما کارتون رو درست انجام ندادین. به این دلیل نیست که ادبیات کامل نیست، ولی در فیلمنامه این نیست. فیلمنامه خودش یک هنر ناقصه، مثلا باید فیلم بشه و در خدمت هنر سینماه، در خدمت هنر ادبیات نیست. این از این که دیروز یادم رفت اینو بهتون بگم. و یک چیزی که میخوام راجع به نکات دیروز هست بگم که بعد ادامه بخش رو امروز رو شروع کنیم. راجع به دیالوگ هاست. یک موردی رو من توی فیلمنامه بهتون نگفتم که اونم اینه که فیلمنامه وقتی که مثلا نیما دیالوگش رو میگه و بعدش یک ریاکشن میخوایم نشون بدیم، یک حرکت میخوایم نشون بدیم و بعد دیالوگ نفر بعدی رو نداریم، بلافاصله دوباره نیما میخواد ادامه بده، خب اونجا دیگه نمی‌نویسیم نیما دیالوگش رو داریم، پس معلمی که حرفش بود الان رسید. خب در ادامه مثلا سارا یا شهناز یا بقیه کاراکترها یک لبخندی میزنن و به هم دیگه نگاه میکنن، یک ریاکشنی میاد و تو تصویر دوباره میاد نیما ادامه میده. دیگه دوباره نمی‌نویسیم توی صحنه رو نمی‌نویسیم زیرش بنویسیم نیما ادامه دیالوگ، دیگه اونجا به جای نیما می‌نویسیم ادامه. و این رو هم منظورم اینه. می‌خواستم بلندشم اینم نمیشه. به عنوان مثال نیما دیالوگ، بعد یه توضیح صحنه داریم. بعد توضیح صحنه کاراکتر بعدی حرف نمیزنه، قرار نیما ادامه بده، دیگه نمی‌نویسیم نیما دیالوگ. اینجا چون ادامه نفر همون نفر قبلیه می‌نویسیم ادامه و بعد دیالوگ. این تنها نکته‌ای بود که از نکات فیلم‌های دیروز یادم رفتتون بگم که اینم بنویسین. اینو معمولاً بهتون نمیگن. تو سینمای بدنه هم بی‌نهایت این رو مشکل داریم و زیر بارم نمیرن که دارن اشتباه کار میکنن، ولی اشتباهه و اینجوری درسته. این نکته بود که باید میگفتم. و در ادامه صحبت‌های دیروز، سلام چه تغییر تیپی، خوشم اومد. آره خب راستی خانم میکاسا جامعی خوبی؟ سلام. الان که نه 2 ساعت پیش با سپر که صحبت کردم گفت لوحت آماده است، برو ازش بگیر. گفت خودش نمیاد بگیره، آماده است. آبی برده. آها بهت میدم دیگه، تو چیزی بیای خودت برد. خب بچه سوژه و ایده کی میدونه چیه؟ سوژه به چی میگن، ایده به چی میگن؟ یه 4-5 تا نکته هست که دیروز وقت نشد بگم، میگم و بعد پخش فیلم داریم، بعد دیگه بحث امروز راجع به فیلمه. اینو در ادامه مباحث دیروز بنویسین. سوژه چیه؟ ایده چیه؟ کی میدونه؟ تو فیلمنامه خوندین؟
نخوندین؟ بچه سوژه فرقشون با هم اینه که شما یک موضوعی میاد به ذهنتون و میخواین اینو کار کنین، اینو میخواین به فیلمنامه تبدیلش کنین، به انیمیشن و یا فیلم لایو اکشنشو بسازین یا برین نمایشنامه‌اش کنین و تئاترش رو اجرا کنین. این موضوع برای شما خیلی نابه، خیلی دوستش دارین، ولی میخواین که بنویسین میبینین چرا این فیلمنامه نمیشه، این موضوع ما چرا فیلمنامه نمیشه. یک دلیل بیشتر نداره، چون موضوع شما سوژه است، هنوز به ایده تبدیل نشده. موضوعی که چارچوب قواعد فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی رو نداره. یعنی چی؟ یعنی ساختار سه پرده‌ای نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اون موضوعی که دارین رو بیاین بذارینش توی ساختار سه پرده‌ای، می‌بینید نمیشینه. یعنی چی نمیشینه؟ یعنی که ابتدا نداره و روتین کیلر نداره، پرده 2 نداره، نقطه عطف دوم نداره، پرده سوم نداره، استپ 7 نداره و در ساختار نمیشینه. وقتی که نمیشینه یعنی که فقط در حد موضوع و روش کار کرد. ولی ایده فرق داره. ایده همون موضوعیه که به ساختار رسیده و شما اون ساختاری که دیروز گفتم و این موردی که امروز میگم روش انجام دادیم و در سه پرده‌ای، در دو پرده‌ای و در 5 پرده‌ای میشینه و اون موقع بهش میگیم ایده. اون موقع است که حالا ایده ما قابلیت این رو داره که به طرح تبدیل بشه و بعد به سیناپس تبدیل بشه و بعد به فیلمنامه تبدیل بشه. پس سوژه اون موضوع اولیه که توی ذهن ماست و ایده همون موضوع اولیه که سوژه رو رد کرده و به ساختار رسیده و به ایده تبدیل شده. این هم فرق سوژه و ایده که باید بدونین که معمولاً دانشجوها اشتباه میکنن. یه سوژه‌ای تو ذهنشونه میگن عالیه و فکر میکنن ایده است، میرن روش کار کنن اینا نمیشه، فکر میکنن که کارشون اشکال داره، اصلا بلد نیستن، در صورتی که نه، کار فوق العاده است، فقط باید روش کار کنن و به ایده تبدیلش کنن. که ما توی خیلی از کارها دیدیم که الان یک دو تا فیلمنامه دیشب بچه‌ها برام خوندن، آره، که مهریار یکی از نویسنده اینجاست الان، خانومه، آره، یکی از بهترین فیلمنامه‌هایی بودش که من توی 15 سال اخیرم یک دانشجو نوشته و باورم نمیشد که مثلا دانشجو دهه 80 مثلا تو این نسل بتونه همچین چیزی بنویسه و نوشته بود. و از کجا میاد؟ از اینجا میاد که طرف این دانشجو دیده، قشنگ معلوم بود دیده. البته تا یه جاهایش من احساس کردم کپیه، ولی اصلا اشکال نداره. چون من یاد سعید روستایی فیلم آخرش انداخت، ولی اب نداره. نسل قبل شما همینجوری شروع کردن و فیلم دیدن، فیلم خارجی دیدن، فیلم ایرانی دیدن و ازش استفاده کردن و فیلمایی که نوشت رو توی ژانر اجتماعی که ایران فعلا دوست داره تونست خیلی با اون دیالوگ‌های پیک‌پونگی خوب کار کنه روش، که حالا یک سکانسی گفتم اضافه کنید بهش که کامل‌تر بشه. پس اینم از سوژه و ایده. و چیز دیگه که اینجا نوشتم بهتون بگم راجع به موتیف و لایت موتیف چیزی شنیدین؟ نکاتی رو دارم میگم که باید تو ورکشاپ بگیم، تو کلاس اگه باشه همه اینا مفصلا باز میشه. این نکات کاربردی دارم میگم بتونید ازش تو فیلمنامه استفاده کنین که تو ورکشاپ گفته میشه. موتیف میدونین چیه؟ اینم نگفتن. لایت موتیف موتیف تصاویریه که تکرار میشه. لایت موتیف موضوعهایی که تکرار میشه در فیلم، که این تکرار به المان تبدیل میشه ابتدا و بعد به موتیف تبدیل میشه و به زیبایی بصری کمک میکنه. و لایت موتیف به زیبایی ادبی در محتوای کار کمک میکنه. مثال براتون بزنم، توی کار دیوید لینچ، توی اگه اشتباه نکنم توی مخمل آبی، ما اون کوپه خاک ها رو که میبینیم یا گوش قطع شده‌ای که میبینیم یا روزباد رو در همشری کین میبینیم اون یا میشنویم یا لورانتیز دد رو که توی کار بزرگراه گم شده میشنویم یا بقیه موتیف های تصویری که تکرار میشن رو میبینیم،
در نظر بصری زیبا هستن بهش میگن موتیف. ولی لایت موتیف میره تو فیلمنامه. لایت موتیف دیگه در تصویر در فیلم برداری نیستش و موضوعها یک تکرار میشه که توی کارهای استاد کیارستمی هم میتونیم ببینیم، توی سگانه کوکر و بقیه کارهاش. از این نظر بصری میتونه بهتون کمک کنه و محتوایی. یکی دیگه از چیزهایی که باید میگفتم که فکر کنم آخرین مورده، پایان بازه. پایان باز چیه؟ اینو دیگه خیلی شنیدین، ولی احتمالاً تعریف اشتباهی ازش شنیدین. پایان باز یعنی چی؟ تو درام گفتن دیگه سر جلوس بهتون، کار فرهادی رو مثال زدن حتما. یعنی مخاطب خودش تصمیم میگیره که مثلا پایانش چه شکلی باشه، مثلا خودش ذهن تخیلات خودش اجازه بده که برداشت شخصی شد داخلش دخیل. خوبه. مرسی. پایان بندی کاملی از اون موضوع به ما داده نشده باشه بابت محتوایی که داخل فیلم و پایان مشخصی نداشته باشه. نه اتفاقا به نظرم پایان بندی داره، ولی پایان باز به معنای این نیست که مثلا گره گشای اتفاق نمیافته. فقط به عهده مخاطبه که تصمیم بگیره چجوری اون گره گشایی رو انتخاب کنه. بله. خب چه چیزی اتفاق نمیافته؟ حالا اینکه حالا کدومش رو دقیقاً مخاطب انتخاب. خب پایان باز، دو نوع پایان باز داریم. پایان باز داستان و پایان باز با سابتکست فلسفی. پایان باز داستان همونی که میگیم، یک داستانیه میره جلو و در آخر میذاره به عهده مخاطب که از نظر بصری میذاره به عنوان به حساب مخاطب. باز سابتکست فلسفی میتونم مثال بزنم براتون. اتفاقیه که روی روان مخاطب تاثیر میذاره. فیلمی که همتون دیده باشین رو بخوام مثال بزنم، میتونم از تروفو مثال بزنم، 400 ضربه. ولی فیلمی که همتون دیده باشین حرفه‌ای لئون لوک بسونه. در آخر گره‌گشایی به قول شما انجام میشه. انتقام گرفته میشه، آنتاگونیست میمیره، حتی پروتاگونیست هم میمیره. ولی ماتیلدا این وسط زنده میمونه و میره مدرسه. آیا ماتیلدا میره مدرسه و یه دختر خوبی میشه، یعنی ادامه زندگیشو، یا نه میره قاتل میشه، چون قتل و این نوع داستانها رو پیش بهترین قاتل و حرفه‌ای ترین قاتل یاد گرفته؟ یا اینکه در کارهای آقای فرهادی توی جدایی نادر از سیمین، ترمه بعد طلاق میره پیش کی؟ پیش مادر یا پیش پدر؟ خب چه اتفاقی براش میفته؟ این چیزی که ما دیگه مدت‌ها بهش فکر میکنیم. توی گذشته آیا اون کاراکتر زنده موند یا زنده نموند؟ اگه زنده بمونه آیا برمیگرده به زندگی قبلیش یا نه دیگه اون آدم سابق نمیشه؟ این برمیگرده یا نه پایین باز داستانه. ولی اگر این برگشتنی یا برنگشتنه فلسفی باشه و جای فکر به شما بده که خودش میتونه یه فیلمنامه جدا باشه، اون سابتکست فلسفیه که معمولا ایناریتو بیشتر ازش استفاده میکنه. که شما مگه میخواین پایین باز داشته باشین که خیلی هم خوبه، تو سینمای مدرن خیلی ازش استفاده میشه که هیچ جایی در سینمای کلاسیک نداره، استفاده کنین. ولی با سابتکست فلسفی استفاده کنین که بهتون نگن که این که پایین باز نیستش، که این تای فیلمش رو بلد نبوده ببنده. این حرفایی که منتقدا بهتون میگن شنیدین که استاد دانشگاه هم میگن، اگه این حرفو بهتون نگن شما پایین باز رو باید با سابتکست فلسفی انجام بدین. چرا به فرهادی نمیگن آخر جدایی رو نبست؟ مثلا به لوک بسون نگفتن که آخر حرفه‌ای رو نبست، چون باز گذاشت و اون باز بودنه از نظر سابتکست فلسفی بود. خب متوجه شدین اینو؟ اوکی؟ جان؟ آره. به این موتیف تصاویریه که تکرار میشن که بیشتر توی سینمای بصری اتفاق میفته. بعضی از فیلمسازا تصویر براشون خیلی مهمه، مثل نولان با تصویر خیلی کار داره. خیلی اکستریم لانگشات هایی میبینیم ازش که خودشون به خودی خود قاب عکسن. خب میگه سینما تصویره. لینچ چی میگه؟
میگه سینما صداست. یک جمله ای داره لینچ که من جفتشون هم دوست دارم و نمیگم کدومشون درست کدومشون بده کدومشون اشتباهه، چون هیچ کدومشون اشتباه نیست، سینما هر دوشه. لینچ جمله خیلی خوبی داره، میگه که من اگه بخوام برم سر فیلم برداری اول صدا بردارمو میبرم، بعد دستیارش رو میبرم، اگر جا بود فیلم بردارمو میبرم. که اهمیت صدا رو توی این سگانه سورئالش هم میبینیم که 4 تا صدا هست. و خب توی سینمایی که مثل سینمای نولانه، مثل سینمای کوبریکه و تصویر حرف اول رو میزنه، ما موتیف رو خیلی خوب داریم و از نظر بصری مخاطبای سطح 2 از نظر سطح‌بندی ژاک لاکان که دنبال پرسپکتیون، دنبال نقاط طلایی ان، دنبال یه قاب خوبن، ازش لذت میبرن و شما میتونید ازش استفاده کنید. و تکرار تصاویر آشنا در قاب‌هایی که تو کیارستمی هم زیاد استفاده میکنن و اینها میگن اینو موقعی میتونید ازش استفاده کنید تکنیک فیلمبرداری و کارگردانی رو بلد باشین و بتونید بخواید یک کارگردان مؤلف خودتون رو شناسایی کنین به جامعه، میتونید از موتیف استفاده کنید، موتیف‌های شخصی سازی شده خودتون رو استفاده کنید. ولی لایت موتیف همینه تقریبا، میاد در قسمت ادبی داستان قرار میگیره، میاد توی فیلمنامه، میاد توی محتوا، میاد توی موضوعهایی که به تکرار میافتن که بیشتر مثلا توی فیلمنامه‌هایی میتونیم استفاده کنیم که ساختارش روی تکراره، ساختارش روی ساختار موازیه، روی ساختار مارپیچیه و مثلا فیلم‌هایی مثل ممنتو که دیگه از اون چیزا مثل تنت کار تقریبا کارهای آخر نولان و این 9 فیلم ها مثل کارهای ایناریتو که کارهای ایناریتو میگم همون سگانه‌شو میگم که لایت موتیف استفاده میکنه. توی سینما بدنه به هر دوش میگه، اولی که نمیدونن چیه، به دومی میگن موتیف، ولی در اصل این تو با هم فرق دارن و این در محتواست و اون در تصویره. خب یه قسمتی رو هم گفتم که دوستانی که فیلم‌های خیلی علاقه دارن الان اضافه شدن، ابتدا نبودن هم دوباره بهشون بگم. راجع به فیلمنامه بود. فیلمنامه رو کلا دیروز گفتم که چجوری قالبش چجوری نوشته میشه، چیزی که ممکنه فیلمنامه رو ساخته رو بهتون بگن اینو نگن. خب چیزی که این سریع بگم که ببینیم چون یه بار الان گفتم. چیزی که نگفتم راجع به ادامه دیالوگه. نیما حرفشو میزنه، بعد یه توضیح صحنه داریم. توضیح صحنه چیه؟ ریاکشن بقیه کاراکتراست به حرف نیما. بعد نیما میخواد ادامه دیالوگش رو بگه. این ادامه دیالوگه دیگه نمی‌نویسیم نیما دیالوگ توضیح صحنه، نیما ادامه دیالوگ. اینجا می‌نویسیم نیما دیالوگ توضیح صحنه. اینجا دیگه نیما نیست، اینجا ادامه، چون میدونیم ادامه یه صحبت آخرین کسیه که دیالوگ گفته، دیالوگ. و بعد مثلا اگر شهناز بخواد جواب بده دیگه اینو داریم، خب یا بقیه کاراکترها. پس هر موقع که یه فاصله میفته توی فیلمنامه و بعد باز دوباره آخرین نفری که دیالوگ گفته میخواد ادامه دیالوگ رو بگه، ادامه می‌نویسیم. این چیزی بود که دیروز نگفتم بهتون، اینم گفتم بگم الان دوباره. و بریم راجع به آخرین بحثی که باید دیروز میگفتم که وقت نشد، ریتم و تمپو. میدونین ریتم و تمپو چیه؟ بهتون نگفتن؟ در موسیقی که میدونین چیه، در سینما ریتم و تمپو چیه؟ میدونین؟ نه. خب ریتم و تمپو چیزیه که باید بهش توجه کنیم، اگر نه مخاطب رو پس میزنیم. هیچکاک جمله خیلی خوبی داره میگه. هیچکاک جملهش اینه که میگه که هر وقت یک فیلمی فیلم ها اینجوری بگم بهتون، من پشت این جمله پشت کارت ویزیت هم نوشته بودم اون درسم پیش. میگه که یک فیلم ارتباط مستقیم با حجم مثانه مخاطب دارد. مثانه رو درست نوشتم؟ آره؟ بعضی کلمات امروز یادم رفت. خب این یعنی چی؟
یعنی اگر یک کسی داره فیلم نگاه میکنه در سینما، بلند شد رفت بیرون، شما باختی. در تلویزیون خونش داره نگاه میکنه، یه دفعه گفت اتش دستشویی گرفت، باشه استوب بزنه بره دستشویی بیاد، یعنی شما باختی. فیلم باید جوری باشه که دستشویی تا آخر فیلم نگه داره. خب این حرف هیچکاکه و در یه ذره فانه، ولی خب حرف بزرگیه. خب ریتم و تمپو همینو داره میگه. تمپو و ریتم فاصله زمانی کل تایم فیلم رو میگن ریتم. میگن ریتم این فیلم تنده، یعنی روایت ها داره خیلی تند گفته میشه. یه فیلمی که ریتمش تند بوده براتون مثلا مثال بزنین، مثل لولا و دولولا. دیگه چی؟ خب سگانه بتمن نولان چی؟ ریتمش تند یا کنده؟ تنده؟ پس فیلم‌های هنری مثلا کیشلوفسکی ریتمش تنده یا کنده؟ آرنوفسکی که ریتمش تنده؟ ساخاروف فاست اند فوریوس ها چی؟ تندن. اونجرزا چرا؟ چون ریتم تند مخاطب عام رو نگه می‌داره. فیلم گیشه‌ای معمولا تنده. خب تمپو چیه؟ تمپو ریتم داخلی یک سکانسه. اون ریتم خارجی یک سکانسه، یعنی ریتمی که به کل بازه زمان فیلمه. داخلی یک سکانس یعنی چی؟ عجیب شد. مثال براتون بزنم یک سکانسی رو که همتون احتمالاً دیدین، سکانس معروف و شاهکار فیلم غلاف تمام‌فلزی کوبریک، اون اسنایپر تایلندی که دیدین اون سکانس رو دیگه؟ ندیدین؟ بریم ببینین فیلم‌های کوبریک رو دیگه، بزرگترین فیلمساز تاریخ سینماست. خب البته اگه سینمای فرانسه رو و بزرگانش رو بذاریم کنار و ایتالیایی‌ها رو، کوبریک تو اون فیلم یه گروه آمریکایی که میرن تو جنگ ویتنام، میرن خب همه کماندوهای آمریکایی کارشون رو بلدن، میرن پشت توی خرابه یا یک ساختمونی یکی تیراندازی میکنه که آخر نمیدونن این کیه، ولی خب یک دختر تایلندیه، اسنایپره، میزنه یکی اینا میمیره. اینا همه میرن گارد میگیرن، میرن پشت دیوار خرابه قایم میشن و نمیدونند چی رو نمیدونن. یک، از کجا داره بهشون تیراندازی میشه. دو، کیه داره بهشون تیراندازی میکنه. سه، چند نفرن دارن تیراندازی میکنن. چهار، کدوم زاویه ها اگر قرار بگیرن مثل رفیقشون میافتن. آیا باید بلند شن یا میتونن بلند شن؟ الان باید چیکار کنن؟ به کجا حمله کنن؟ از کدوم سمت فرار کنن؟ هیچ کدوم رو نمیدونن. هر کار اضافه‌ای ممکنه بعدی هم بیفته. خب تصویر ثابته، استرس و هیجان رفته بالا، ولی عملاً هیچ کاری انجام نمیشه. به ظاهر هیچ کاری انجام نمیشه، ولی در عمل استرس انقدر بالایی که مخاطب رو جذب کرده. این سکانس ریتم کار نداریم. این سکانس تمپوش کنده. چرا کنده؟ سکانسی که هیچ کار عملی توش انجام نشه، هیچ عملی در واقع توش انجام نشه، یعنی تمپوش کنده. اونها نمیان بالا، دیالوگ میگن، ممکنه ایده هایی بگن، ایده هاشون ممکنه عملی کنن. اگر ایده رو عملی کنن، یه گروه میگن از این بریم یه اسموک بندازیم، دیدو کور کنیم، از این بریم. بعضیا میگن دو طرف بریم 50% اون زنده میمونیم. اگر این فکرایی که میگن انجام بدن و شکست بخورن، دوباره انجام بدن فکر بعدی رو، آره تمپوی کنده، چون دارن عملی رو انجام میدن، ولی در اصل نشستن و هیچ کاری رو انجام نمیدن. سکانسی که هیچ کاری انجام ندی، ریتم، میگم ریتم چرا؟ تمپو کنده. ولی خب این کوبریکه، این دیگه کوبریکه و کارگر معمولی نیست. از تمپوی کند استفاده مثبت کرده و هیجان رو بالا برده و اون سکانس رو به یکی از سکانس‌های شاهکار کل سینمای خودش تبدیل کرده که هر کی میگن کوبریک، اون سکانس اسنایپر تایلندی یادشون میاد. پس تمپو تند یعنی که یک عملی در یک سکانسی انجام بشه، اعمالی انجام بشه، یعنی اکت‌هایی نوشته شده باشه در اون سکانس. و تمپوی کند یعنی که برعکس، هیچ عملی انجام نشه. و بعضی از کارهایی که تعلیق‌هایی که هیچکاک هم داره، مثلا در پرندگان همینه، اونجا که پرندگان حمله میکنن به اون روستا و اون خانم نشسته،
و داره سیگار میکشه روی جلوی کلیسا، اون استرسه. اون سکانس 10 دقیقه است ولی فقط نشسته سیگار خانم رو داره نشون میده ولی مخاطب خسته نمیشه. یکی این که چون اون طرف کارگردان هیچکاکه و دو داره از یک سیگار کشیدن هیجانی رو میگیره که هیچ عمل هیچ اکتی تو اون سکانس نداریم. و یک دلیل دیگه هم داره. من سوسپانس و سورپرایز رو براتون دیشب گفتم. تعلیق و سورپرایز اینجا از اون تعلیقه داره استفاده میکنه. اطلاعاتی که مخاطب داره و کاراکتر ما نداره، برای همین باز همونجا ما رو نگه میداره با اینکه تمپوش کنده جان. خب اونجا در اون سکانس وقتی هی پرنده ها اضافه میشن، کلاغ اضافه میشه، پرنده اضافه میشه، داره یه عملی انجام میشه. هر پرنده‌ای که میاد یه عملی عمل به حساب نمیاد. کاری که میگی تمپو تعدادش بالا باشه، تمپوش میره بالا. ببین اون نیست. ببین کاراکتر اصلی ما اون خانومه. خب کاراکتر و بازیگرتون خانومه و قاب بندی بسته خانومه و داره سیگار میکشه. یک صندلیه و موسیقی که زیر متن که داره تو کلیسای جشنی گرفته شده. اون پرنده‌هایی که میبینی در بک‌گراند دارن میان رو درخت و سیم و این ور اون ور میشینن رو دیوار و اینا میشینن. آره و جان پلان عوض نمیشه. فوقش یکی دو تا بعد از 5 دقیقه میزنه به بسته‌های کلاغ به پرندگان. دو اینکه اون سکانس تا یک جایی کاراکتر ما نمیدونه که داره چه اتفاقی میفته و مخاطب میدونه. این همون تعلیق است. همینه که استرس بهت میده که نگرت میداره که الان کاراکتر بفهمه چی میشه، زنده میمونه یا زنده نمیمونه. بعدم از کاراکتر زن فمفتال استفاده کرده کسی که خودش استادش بوده. خب این کاراکتری که خودش به خودی خود جذابه توی سینمای ملودرام، پس اون کاراکتر هم تو رو جذب میکنه که حالا اون قضیه چشمچرانی دوربین و چشمچرانی مخاطب و مؤلف به کاراکتر زنه که اون باز میره به نظریه فمینیستای سینما که دهه 60 بود که اون فیلم هم تو همون دوران بود. اون بس اون قضیه جدایی که دیگه الان اینجا در نمیگنجه که بخوام راجعش حرف بزنم. از اون جذابیت مرد به زن استفاده و زن به مرد استفاده کرده و از اون کاراکتر فمفتال استفاده. اون هم تو رو نگه میداره، اون تعلیقه تو رو نگه میداره و این ترکیب اینها باعث میشه که اون سکانس هیچ وقت یادت نره و فقط خب کارگردان مؤلف اینا رو میدونه و استفاده میکنه. خب هیچ وقت انتظار نداری که دهنمکی هم چیکاری بکنه. خب این از این ریتم و تمپو هم بهتون گفتم. اون کلمه‌های دیروز رو دارین در سینمای اینم بهتون میگم، این در سینمای ایران هم بوده ها. در 7 سال آخر دهه 50 اینها رو در موج نو سینما ایران هم داشتیم که مرجان و شهناز تهرانی و بعضیای دیگه به توی گروه آقای ابراهیم گلستان که موج نو رو راه انداخته بودند و که دیگه از سال 57 دیگه همه چی تعطیل شد. خب اون کلمات رو دارین؟ کلمات دیروز رو یا نبودین اصلا؟ اوکی بچه‌ها الان میخوام یه کاری بکنیم. نتیجه یه چیزی که من انتظار دارم که شما یاد گرفته باشین تو این ورکشاپ و بعدش بدونین چجوری بنویسین. اون کلمات رو بهتون میگم و بعد بهتون میگم اون کلمات این دفعه چی کار کنید. بنویسین ایزابل، مایکل، آتش نشان ها، پلیس ها، روح آقای جاناتان، میکاسا بنویس. بگیر خودکار بگیر. موجودات کوتوله سبز رنگ. اولین نفرم تو خودت باید بخونی. ساختمان نیمه کاره، پارک انتهای خیابان، خیابان بوجینوف، ساعت 5 عصر، هوای مهالود. پارک انتهای خیابان، خیابان بوجینوف، ساعت 5 عصر، هوای مهالود. یک دقیقه وقت دارین، زیرش خط بکشین، زیر این کلمات
یه چند تا کاراکتر دارین. زیر کاراکترها یک خط بکشین. چند تا کاراکتر میبینید زیرشون خط بکشین، یه دونه. یک سری فضا دارین و یک سری زمان دارین. زیر فضا منظورم مکانه. زیر مکان هاتون، لوکیشن هاتون دو خط بکشین و زیر زمان ها 3 خط بکشین. شما یک سری کاراکتر دارین، مکان دارین و زمان دارین. میتونید باشون داستان بنویسین. ولی این دفعه دیگه داستان نمیخوام. جان؟ جزو زمانه. بنویس. خط بکشید. خب یک دقیقه وقت دارین. بچه روتین کیلر رو یادتونه؟ خب یک زندگی نرمال از کاراکترهای این داستان در بیارین در 1 دقیقه و بعد یک روتین کیلر به وجود بیارین. زندگی نرمالشون رو به خطر نابود کنین که بیفتن توی پرده دوم. یعنی اینجا روتین کیلر رو داریم، اینجا کاراکتر رو معرفی کنین، معرفی، موقعیت دراماتیک و نیاز دراماتیک رو به وجود بیارین که دیروز گفتم. معرفیش کنین، زندگی روتینش رو نابود کنین، بیفته تو زندگی، بیفته توی پرده دوم. در 1 دقیقه این کارو بکنین. مثال ساده. داره یک خانواده زندگی میکنن، دخترشون رو دزدها میدزدن و اون زندگیشون از روتین در میاد. مثل تیکن. یه همچین کاری با این کاراکترها بکنیم. نه، هر کدوم دوست داری استفاده کن. 1 دقیقه هم وقت بیشتر نداری. سلام، خوبی؟ کلمات دیروز رو داری؟ خب زیرش خط بکش، با اون کلمات دیروز در 1 دقیقه روتین کیلر به وجود بیار. زندگی نرمال. آره. خب چون وقت نداریم میگم خب، چون کار دیگه هم باید باش بکنید. کی بگم بخونم؟ شما خب بخونین. آره. ایزابل که ساعت 5 در هوای مه‌آلود داخل پارک نشسته بود و موجوده‌های سبز خیالی که همواره آنها را می‌دید و برگرفته از بیماری اسکیزوفرنی بود که چند سال اخیر به وجود آمده بود حرف می‌زد. همینطور حرف می‌زد و به این فکر می‌کرد که چطوری مایکل داخل آن تصادف مرد و در آن تصادف بعد از اون روح آقای جاناتان به جای اینکه روح مایکل همراهش باشد همواره با او خواهد بود. در آن تصادف مایکل و جاناتان هم و اینجا توی ترتیبش نباشه ایزابل همه آسیب دیده بودند، اما آسیبی که مایکل و جاناتان دیده بود کاملا برای نابودی آنها بود و مرگ را به آنها هدیه داده بود. اما ایزابل با روح آنها زندگی می‌کرد و همواره فکر می‌کرد که می‌تواند آنها در خیال خود ببیند. همه اینا رو الان نوشتی؟ بیشترشون نوشتم، بیشترش هم بداهه. خب الان برای تو بداهه الان گفتی؟ تو تیم ارنی؟ آها چه خوب. اوکی الان روتین کیلرش چیه؟ مرگ آقای جاناتان؟ اوکی شما بخونین اون عقب. آره بگو. بچه مایکل ایزابل دارن زندگی میکنن با هم، زن و شوهرن. یه دفعه میرن تو اتاق میبینن یه موجود کوچولوی سبز رنگ اونجاست. این روتین کیلره، خیلی ساده است. یعنی یه چیز عجیب غریبی دیدن زندگیشون عوض میشه، مثل ایتی. خب کلا خیلی سخت نبینینش،
یعنی فقط نباید برین چون روح جاناتان داره جاناتان رو بکشین. یعنی یه چیز ساده ای هم میتونین بخون. میکاسا من ایده شده دارم هنوز ننوشتم. بگو خب ایده شد. سری قبل که براتون خوندم چیز مزخرفی بود. الان مهم نیست دفعه پیش فراموش کنم یه روتین کیلر بهم بده. داشتم به این فکر کردم که ایزابل یه دختریه که معشوقه مایکله. خب بعد مایکل با کوتوله‌های سبز زندگی میکنه و وقتی که میفهمن که مایکل از ایزابل خوشش اومده میرن سراغ پدر ایزابل که آقای جاناتانه میکشنش. بعد روی آقای جاناتان برمیگرده که کمک مایکل کنه که برن ایزابل رو از دست اون ببرن. ببین این کاری که خودشون کردن. الان روتین کیلر چیه؟ دیدن موجود کوتوله سبز رنگه؟ اوکی. امیرعلی بگو شما بخون. مهم نیست. یک جمله است اصلا. ایزابل و جاناتان بچه‌شون رو میبرن پارک که بازی کنه، پارک انتهای خیابان. خب که بعد چند لحظه متوجه میشن که یه سری موجودات کوتوله سبز رنگ دارن بچه رو تاب می‌کنن. همین. ببینید روتین کیلر همینه. یعنی همین ساده شه تو این داستان. بخون شما. مایکل در پارک انتهای خیابان بوجینا ساعت 5 عصر به انتظار ایزابل نشسته بود که ناگهان رو آقای جاناتان تحت تاثیر رو آقای جاناتان قرار گرفت. امیرعلی بخون. من هنوز دارم روتینم میرسم ایده جذاب. اوکی بخون رن و بعد نفر جلویی رن. در ساعت 5 است در خیابان بوجینا در پارک انتهای خیابان موجودات کوتوله سبز رنگ در حال تماشای ساختمان نیمه‌کاره روبروی من هستند. هوای مه‌آلود کم‌کم جلوی دید آنها را می‌گیرد. در طبقه آخر ساختمان نیمه‌کاره مایکل در حالی که چاقوی زیر گلوی ایزابل گذاشته و ایزابل در حالی که اشک از چشمانش جاری است مه غلیظتر می‌شود. ایزابل با نفسی عمیق مه را به درون ریال خود می‌کشد. روح آقای جاناتان چشمش را در کاربرد ایزابل باز می‌کند. روتین کیلرش چی بود؟ روتین کیلرش چاقو گذاشتن زیر گلوش. مرسی. نفر جلویی ارم بخونه. خب خونه نیمه کاره مایکل که یکی از دوست پلیس های در حال ساخته و پلیس ها به شکل روتینی دارن میان به خونه رفیقشون سر بزنن که روبروی خونه ایزابل داره ساخته میشه و ایزابل از این ناراضی که یه خونه بزرگ داره جلوش ساخته میشه و قرار خونش سایه بشه و کم کم هوا مه‌آلود میشه و خونه ناگهان میریزه و فرو میریزه خونه و چند تا کوتوله سبز رنگ از این مه فرار میکنن و داستان شکل میگیره. روتین کیلرش چیه؟ روتینش اینه که خونه خیلی عادی داره ساخته میشه و یهو خونه فرو میریزه و یه سری کوتوله سبز رنگ از اون خونه خارج میشه. همتون در یک جمله زیاد ننویسید. هر 6 تا کشمکش رو به وجود بیارین. یه فرد به فرد برین. خب که دیروز بهتون گفتم. خب یه فرد به گروه برین. یه فرد به خودش، یه فرد واسه اونایی که نبودن وقتی که بقیه نوشتن و من تو حرفاشون دوباره توضیح دادم یاد میگیرن و بعدم حالا ویدیو رو بعد تدوین نگاه کنن. بهتون میگم آره با همین سوژه ها الان 3 دقیقه وقت داریم که هر 6 تا کشمکش رو بیارین هر کدوم در یک جمله که سریع بتونیم بریم بعدی. بریم یه فرد به فرد برین الان همتون. یه درگیری پلیس هم دارین، آتش نشان هم دارین، راحت میتونین. یه ساختمون ترسناک هم دارین. نه آره البته یک کشمکش اصلی ها فرعی هم داریم که الان کلا اینا رو نمیگم چون جاش نیست، وقتشون داریم، جاش هست. 1 دقیقه دیگه وقت داریم. خب محسن
بخون. واسه من در میره. خب فرد با فرد رو بخون. آره بخون. مایکل در حال ساخت خانه نیمه‌کاره است. به وجود کوچک سبز رنگ به سمت سنگ. اوکی. خب هم یه دونه رو نوشتی؟ خب فرد با خودش رو بنویس بعد برام بخون. شما بخونین. نه بغل ایرن. خب بعد اولی رو بخونین. گرمای مایکل و ایزابل برای گرفتن حضانت بچه بعد از طلاق داخل خیابون بوجینوف که کنار یک ساختمان نیمه‌کاره است. مرسی. فرد با گروه رو بخونین. در دنیای خیال که ارواح موجودات عجیب داخل ساختمان‌های متروکه جمع می‌شوند، روح آقای جاناتان با کودونه‌هایی برخورد می‌کند که انرژی حیاتشان را از ارواح می‌گیرند و حالا هدفشان حمله به آقای جاناتان. گروه با گروه رو بخونین. مجادله بین آتش‌فشانان و پلیس‌ها به خاطر اینکه زندان آتش گرفته و تنها راه نجاتشان باز کردن زندانی‌ها در فضای مه‌آلود است و پلیس به آتش‌فشان‌ها اجازه نمی‌دهد و آتش‌فشان‌ها بر روی اینها اصرار دارند. فرد با خودش رو بخونین. عذاب وجدان ایزابل بابت مرگ جاناتان و مایکل در تصادف ساعت 5 خوب. فرد با سرنوشت. اوکی. شما فرد با سرنوشت رو بخونم ریلی. من فرد با طبیعت رو نوشتم. همونه. بخون. ایزابلا و مایکل در خانه خرابه گیر افتادن که آتش‌فشان‌ها به وجود آنها میاد. خیلی من بحثش ندارم. دلیلش میتونه یه رد و برق باشه. یه ساختمون. خب آره. فرد با فرد مایکل فکر میکنه که ایزابل تقصیر ایزابله که این اتفاقات افتاده براش و این خونش ریخته. دومی میشه فرد با گروه. ایزابل برای دفاع از خودش به مایکل و پلیسا درگیر میشه، یعنی که مثلا کارمند نبود و فلان. گروه با گروه ایزابل یه آتش نشان پیره، پس به دوستاش اطلاع میده که برای حل دعوا به کمکش بیان و درگیری آتش نشان‌ها و پلیس فاسد به شکل میگیره. فرد با خودش مایکل از درون فکر میکنه که روح آقای جاناتان برای انتقام مرگ خودش اومده از مایکل با استفاده از کوتوله‌ها انتقام بگیره و اینطوری این اتفاق براش افتاده و این عذاب وجدان داره. فرد با خودش رو بخون. این فرد با خودش بود. سرنوشت رو بخون. حالا سرنوشت کوتولا فرار میکنن به سمت جنگل ولی درخت‌ها گم میشن و جنگل به شکل جادویی نمیذاره که مایکل و پلیس ها وارد جنگل بشن تا اونا رو پیدا کنن. یعنی جادو رو سرنوشت میدونی؟ طبیعت و سرنوشت. خب در قرون وسطا حرف درسته مثلث جادو، هنر و مذهب بود و اون موقع جادوگرها موجود بودن. ولی الان دیگه این جادو سرنوشت حساب نمیشه. خب یک نفر دیگه بخونه چون وقت نداریم. شما بخونید. فرد با فرد ایزابل اصرار داره که بره به ساختمان نیمه‌کاره تا یه سری اسرار رو کشف کنه و مایکل مخالفت میکنه. فرد با گروه مایکل باید اتهام قرار گرفته و مردم و پلیس به شک دارن. گروه با گروه بعد رفع اتهام مایکل مردم میخوان علیه موجودی ثبت اقدام کنن. بعد فرد با خودش مایکل شک داره که نکنه مقصر بوده و فرد با سرنوشت هم مایکل دیگه نمیتونه درش از زندگی کنه. چرا؟ به خاطر یه سری اتفاقاتی که میفته و حالا اون درگیری با خودش داره که شاید من مقصر بودم و همون اتفاقاتی که از سر گذرونده. بچه سرنوشت رو خیلی نپیچونینش. سرنوشت و طبیعت یکیه. سرنوشت و طبیعت میتونه آنتاگونیستی باشه که میتونه تراژدی بسازه مثل هملت، اوتلو و این کارش چیه؟ مکبث. یا طبیعت باشه مثل کارهای هالیوودی که ساخته میشه. کارهای هالیوودی که ساخته میشه چیه؟ مثل 2012 مثلا زلزله میشه، سیلی میشه، مثل ورلد وار زد مثلا، یا مثلا مثل این کارهای اونجرز که یه چیز فرازمینی میاد و قهرمان‌ها مقابلش بجنگن و اینا. یه فضای منفی بریم جان. ایزابل داخل ساختمان نیمه‌کاره کارگری میکنه اما میبینه که در ساختمان جلوی مایکل که کارگر کافه که پارک انتهای خیابونه میخواد خودکشی
میکنه و حالا ایزابل میدوه طرف اون ساختمون که اون انجام میده، اما زمانی که وارد ساختمون میشه مایکل خودش رو پرتاب میکنه و نمیدونه سرنوشت مایکل طرف. سرنوشت این دلیل خودکشیه. اگه خیلی بازش کنی در چند فصل توضیح بدی، اگه رمان باشه آره میتونه به اینو برسونی به اون که به خاطر سرنوشتش، به خاطر اینکه یک شکسته توی وارد یک کاتارسیس شده بوده، اون کاتارسیسه باعث شده خودکشی کنه. اگه اینو ثابت کنی در مثلا 100 صفحه آره. جان بخون و بعد شما آخرین نفر دیگه بریم بعدی. خب ساعت 5 عصر و ایزابل در خانه مشغول تلویزیون دیدن بود که و هنگامی که برای غذا گذاشتن برای برادر خودسال اشمایی که به اتاق می‌رود با موجود سرزنی در گهواره مواجه می‌شد. ابتدا با خودش فکر می‌کرد که خیالاتی شده داستانش چشمانش را بزرگ می‌کند ولی چیزی تغییر نمی‌کند. دچار پنیک می‌شد و سریع به پلیس اطلاع می‌داد. ولی وقتی دقت بیشتری به موجود سبز می‌کند می‌بیند که موجود سبز همان برادرش است با لباس برادر. خوبه. اوکی. پس متوجه شدیم کشمکش چیه؟ خیلی سریع دارم. یعنی این تمرینیه که سریع باید میشه یاد گرفت دیگه. این الان خودش یه ترمه. متوجه شدین درس چجوری کشمکش ایجاد میکنن، چجوری باعث یک کاراکتر رو میفرستن با طریق روتین کیلر توی پرده دوم داستان. اگه متوجه شدین فضای منفی یکم سخته چون بیشتر تو تصویره، ولی میتونین تو فیلمنامه به وجودش بیاریم. فضای منفی بریم یه دونه بهم بدین با اون تعریفی که دیروز بهتون گفتم، در 1 دقیقه بنویسینش. خیلی ساده بگیرین چیزایی که میگم. فضای منفی رو بریم ببینم چی می‌نویسین در مقابل فضا. آناتومی سقوط رو مثال زدم، کارهای روستایی رو مثال زدم. اینجا دیالوگ نویسی باید بتونین انجام بدین. الان شما که نمی‌نویسی خانم اسمتون رو یادم رفت، خانم نجفی، شما یکی از کسایی هستی که بهتر از همه میتونی بنویسی ولی نمی‌نویسی. بنویسم چی می‌نویسی؟ خب نه ببین مثال میزنم با آناتومی سقوط که احتمالاً همتون دیدین، کاری که فیلمنامه‌اش در مقابل فیلم‌های مثل فیلم نولان، اوپنهایمر میاد اسکار فیلمنامه میگیره که اگه اون فیلم نبود اتاق معلم‌ها فیلم آلمانی میگرفت. این دوتا فوق‌العاده بودن توی فضای ایجاد فضای منفی. وقتی که اون زن و شوهر داشتن با هم دیگه درگیر بودن تو آشپزخونه که زن شوهر میگه من 50 سال 40 سال دارم کار میکنم، هنوز اون چیزایی که دوست دارم نرسیدم، نتونستم داستانمو بنویسم، تو ایده منو دزدیدی، اون میگه تقصیر من ننداز و که تو این فیلم سریال آخر آقای مادی هم داره خیلی بهش در این فضای منفی استفاده میکنه. خب این فضای منفی، خب الان برای چی من اون سکانس یادمه؟ برای چی اون سکانس نوید رو توی اون که میگه من 5 سال با دختره بودم و فلان و فلان اونو یادتونه همتون، این نوع سکانسر برای چی میگیم شاهکاره؟ چون کارگردان کاری کرده با فضای منفی که تو اون دیالوگ رو یادت بمونه، اون دیالوگ پینگ پونگی که شما تو فیلمات زیاد داشتی یادت بمونه. و این فضای منفی یعنی چی؟ یعنی که یک استراحت به ذهن مخاطب بدی. استراحت چجوری میدی؟ بعد از این درگیری لفظی میزنه به دره‌ای که یک اکستریم لانگ شات میگیره از دره‌ای که اون کلبه توشه، یا مثلا تو اون فیلم میزنه به اون خرابه‌ای که نویدینا توش زندگی میکردن. خب یا تو فیلم چیز زنگ زده، مغازه زنگ زده یا آقای سیدی. خب یه همچین فضای منفی میخوام الان بهم بدین. یعنی چی؟ یعنی دیالوگ نویسی کنیم، پینگ پونگی دیالوگ نویسی کنیم به صورت ساده بین مایکل و ایزابل، بین هر کی یک دیالوگ نویسی سریع انجام بدین و بعد یک فضای منفی به من بدین که من دیالوگ نویسی یادم نره. آره بشینین و سلام بنویسین. حسین کلمات دیروز رو یادته؟ کلمات دیروز رو یه دیالوگ پینگ پونگی بین دو تا کاراکترش بنویس سریع. خب و بعدش یک فضای منفی بهم بده که من اون دیالوگا رو یادم نره. فضای منفی یک استراحت ذهنی بهم بده با یک هر نمای اکستریم لانگ شاتی که میتونی بهم بدی. این دیگه به شأن کارگردانیتون هم برمیگرده. تو اون کوچه، تو اون خیابون چه تصویری میتونین به من بدین؟ اکستریم لانگ شات اصلا نمیتونین بدین. میخواین چی بهم بدین تو اون کوچه؟ تو تخیلتون چی میاد؟ خیلی سخته چون دشت و اینا هم ندارین. دیالوگ باید باشه. آره فضای منفی میطلبه که قبلش دیالوگ ببینیم. یه جمله بگم ببین میشه فضای منفی تبدیل بشه. کلاس فلسفه تمام شد و زمین تفریح خیلی زود برای علی تمام شد.
تو کلاس فلسفه چی دیدی؟ این مهمه. آره این قشنگ فضای منفی بیشتر اینجایی که کار میکنه قبل از دیالوگ پینگ پونگیه. یه همچین دیالوگ ماندگاریه. برای همین سکانس رو برای شما شاهکار میکنه. بعدش که ذهن استراحت کنه. میخوام ببینم اونجا به من چی میدین. اصلا الان اینجا بیشتر فضای منفی بهونه شما اون دیالوگر رو به من بدین. فضای منفی هم تو شم کارگردانیتون میگن چیکار میکنین؟ تو خیابون باریکی مثل تو خیابون شانزلیزه مثلا فضای منفی شما تو خیابون یا تو لاله‌زار شما مثلا اونجا چه فضای منفی میتونید من بدین؟ اینا هم چه خیابونیه بوجینوفه. تو برادوی مثلا چی میتونید من بدین؟ به من بدین ببینم چیه تو ذهنتون تخیلتون چیه؟ این تخیلتون رو میخوام. اینجا سه چیز از این تمرین ازتون میخوام. یک دیالوگ نویسیتون رو میخوام، پینگ پونگی. میخوام تخیل کنید برام و فضای منفی ایجاد کنید. این تخیله رو میخوام ببینم اینجا سریع. یه دقیقه وقت داریم. کی نوشته؟ تو بقیه می نویسن؟ بخونی شما؟ بیشتر تصور کردم تا اینکه توی نویسن. خب بخون. مایکل و ایزابل میگی؟ خب اون که مایکل که ولی خب منم پدرشم و اون که نه این قراره که منو فقط از کار و زندگی بندازه. من الان تو موقعیتی هم که اصلا آمادگیشو ندارم. یکی ولی این بچه از گوشت و پوست ماست. چی داری میگی؟ من تصور این که یه موجود زنده از من تغذیه کنه و بخواد درون من شکل بگیره هم من رو عصبانی میکنه و ایزابل پلک میزنه و به عکس عروسشون میکنه یا سعی میکنه که لباس همین بکشه. خب نمای بعدی چیه؟ پلان بعدی؟ عکس عروسی که خیلی قاب بسته است. بعدش همینه. تمرینمون اینه که بدونید چی. اینجاش بخون شما. خیلی شبیه شد. نمیدونم چرا. ایزابل تو اهمیتی نمیدی من چرا حالم بده؟ مایکل مگه تو اهمیت میدی؟ ایزابل وقتی بچه‌مو مرد حتی به جنازه کوچیکش نگاه نکردی، حتی نمیخواستی ببوسیش. مایکل شاید از اولم من اون بچه رو نمیخواستم، نه تو رو نه اون بچه رو. ایزابل حرف آخرت اینه. مایکل حرف اولم هم همین بود و بعد خیلی عادی به زندگیشون ادامه میدن. انگار این یه مکالمه کاملا عادیه توی خونه‌شون و ایزابل بره سمت آشپزخونه و مایکل بره جلوی تلویزیون بشینه و اخبار ببینه. همین چیزی که نوشت رو آشپزخونه، پنجره رو به پارک. خب میتونیم بزنیم به پارک. بچه‌ها دارن بازی میکنن. آره ذهن مخاطب استراحت میکنه، این دیالوگا رو فکر میکنه راجبش. این یه نمونه است. خب ببین راحت ترین فضای منفی برای هر کارگردان هنری اکستریم لانگ شاته، طبیعته. باید بزنین به چیزی که هیچ کدوم، مثلا فکر کنید یه قاب اکستریم لانگ شاته، هیچ کدوم از نقاط طلایی کادر ذهن مخاطب رو درگیر نکنه. خب چی درگیر نمیکنه؟ یه فضای باز، یک فضای هنری که فکر کنه به اون، البته در پلان و پلان‌های بعدی. خب دیالوگت خوب بود، بخون یکی دیگه. ارن نوشتی؟ آرمین؟ حسین؟ کوشی؟ خب شما بخون. ننوشتین؟ دیالوگر نتونستین؟ خب این دیالوگ نویسی خیلی مهمه، پینگ پونگه. شما بنویسید، بخونین که دیالوگ نویسیتون قویه. آره نه همون که نوشتین رو بخونین. مایکل تو یه قضاوتگری بی نهایت خودخواه. ایزابل باشه تو راست میگی، من یه قضاوتگرم، پس از جلو رو هم پر کردم. مایکل چیزی که دنبالشی رو نمیتونی پیدا کنی، فقط خودتون من رو تو خطر میندازی. ایزابل از چی میترسی مایکل؟ نکنه حرفایی که میزنن همچین بیراهم نیست. مایکل وقتی تو بهم شک داری از بقیه چی توقع داری؟ مرسی. پلان بعدی؟ پلان بعدیش بعد از این مکالمه اصلا کنترلی تر باشه. پلان بعدی بعدش مثلا یه پلان نشون میدیم که مثلا ایزابل داره قدم میزنه توی یه مسیری و مثلا فکر میکنه با خودش.
یعنی جامپ کات داریم، میزنیم به یک مسیری تو پیاده رو راه میره. حتی میتونیم به یک اینسرت هم بزنیم و یک شمع که روشن میکنه. الان خوب بود، مرسی. شما بخونین بغل امیرعلی. همراهن. خب محسن بخونه بعد شما. ایزابل، من رو اون رو دیدم مایکل، تالت خوب نیست، اصلا این هوا رو ندیدی. ایزابل، آره میام حالو دود ولی دلیل نمیشه کور باشم. مایکل، خب کور نبودن تو هم دلیل نمیشه که من باور کنم. ایزابل سر تکون میده و از خونه میره. مایکل پشت پنجره به ساختمون نیمه کاری که در ساخته میشه. پلان بعدی رو ارن بگه، چون کارگردان کارهای تو رو همیشه ارن میگه. ارن بگو چی میزنی بعد از این فیلم نامه رو بیاد بده. بعدش پلان بعدی چیه؟ پلانش همون پی او ویه بود. همون پی او وی که نگاه میکنه از پنجره به ساختمون نیمه کاره پی او ویه و میشه پلان فضا. انعکاس رو خودش صورت خودش تو پنجره کنه. یا پی او ویه داره ساختمون روبرویی، درسته؟ صورت روبرویی نیمه کاره است، درسته؟ و هیچی نداره، المانی نداره. خب اینجا موجود سبزنگ نشون هم ندی. خب داستانی که سوانه گفت میتونه پدر بعدیش یک زخم خیلی بزرگی روی دست مثلا ایزابل باشه که قبلا عاملش همون کارهای مایکل باشه و فقط یه لحظه نگاه کنه و نه اتفاقا این کارو نباید بکنی، چون مخاطب ببین این کار خوبه، یک تو روایت استفاده میتونی بکنی، ولی اگر میخوای اون دیالوگ قبلی رو سکانس شاهکاری تبدیل کنی و از یاد مخاطب سطح یک نره، نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ چون مخاطب هنوز ذهنش درگیر اونه، بعد به زخمه فکر کنه. دو تا چیزی که مخاطب پشت هم بخواد بهش فکر کنه رو نباید بیاری اگر میخوای اون سکانس قبلی ماندگار بمونه. پس این اینجا جاش نیست. اگر روایتت میگه که جای دیگه نمیتونم نشون بدم، باید اینجا نشون بدم، پس تو قید ماندگار شدن اون میزنی چون اونم از یاد مخاطب میره. یک جای دیگه باز دوباره جلوتر سکانس این سکانس فاز منفی رو ایجاد میکنی، سکانس ماندگار رو ایجاد میکنی. ولی اینجا دیگه اگر اینو بزنی دیگه اونو نمیتونی به ماندگار تبدیلش کنی. شما بخون. موقعیت من دوباره یادآوری کنم، ساختمون مایکل میریزه و مقصر ایزابل شناخته میشه. مایکل این چه بلایی بود سر آمد. ایزابل آقای مایکل متاسفم چه اتفاقی براتون افتاده. مایکل سکوت میکنه، بعد ایزابل با پوزخند عجوزه طورش میگه وقتی معمار آشنا ببری سر کار همین میشه دیگه. مایکل اصلا کار تو بوده این عجوزه پیر، حتما اینا هم پتولای دست نشونده تو بودن. ایزابل شاید من یک عجوزه پیر باشم که آتیش‌ها رو خاموش میکردم، ولی من همیشه از این موجودات سبز پوش متنفر بودم. بعد یک اکستریم دانشات داریم از شهر که دود ساختمان فرو ریخته مایکل که دود سبز رنگی. مرسی، خیلی خوب بود مال تو. اگر میخوای اون بحثت رو دیالوگای ماندگاری توش گذاشتی و میخوای که اگر مخاطب عام از سینما میاد بیرون میخواد راجع به فیلم حرف بزنه، راجع به اون دیالوگ حرف بزنه، راجع ذهنش بمونه، باید فضای منفی بعدش ایجاد کنی. معمولا سینمای هنری اروپای شرقی این کارو خیلی زیاد میکنن. هیشلوفسکی، تارکوفسکی مثلا و ساخاروف و خیلی از این چیزا استفاده میکنن. حتی سینما خود اونم همینه. چون وقت ندارین، 1 دقیقه 2 دقیقه وقت دارین، اینجا دیگه سخت‌تر میشه. میخوام برام یه سورپرایز بدین و یه سوسپانس یا تعلیق. جان اول یه سورپرایز بهم بدین جان. ببینید سورپرایز دادن چجوریه. اطلاعات مخاطب باید از کاراکتر نگاه کنه دیگه. خب نگاه کن. اطلاعات مخاطب کمتره. خب برای تعلیق بیشتر. خب بهم بدین 2 دقیقه این کارو بکنید. سورپرایز هم کنید. من به عنوان مخاطب شما هم سورپرایز هم کنید و بعد وارد تعلیق کنید. وارد تعلیق کنید. اطلاعات من کمتر از کاراکتر شما باشه یک بار اطلاعات من بیشتر از کاراکتر شما باشه. چجوری بیشتر از کاراکتر شما میشه؟ کمتره که آسونه. یه چیزی می‌بینید که من نمی‌دونم. بیشتر چجوری میشه؟ یک صحنه قبل من بدید اطلاعات رو به کاراکترتون ندین. خب و بعدش دیگه من اون اطلاعات دارم، کاراکتر بذارین تو اون موقعیتی که داره میره جلو و من میدونم براش میترسم یا کنجکاو میشم که چه بلایی سرش میاد. تو فیلم‌های ترسناک زیاد می‌بینیم اینو. تو مارش فیلم البته زیاد می‌بینیم. فیلم‌های هیچکاک، فیلم‌های ژانر وحشت سینمای آمریکا زیاد می‌بینیم. یه ذره سخت فکر کنید ولی
وقت داریم. داری می‌نویسی؟ با خودتا؟ نه؟ خب بنویس از که بغل دستت یاد بگیر. خب کی گفت سورپرایز نوشتم؟ بخون. قبلشو نمیدونیم. به شکل کلی نمیدونیم؟ بخون که بدونیم. یکی مدل سبز خوشبوه. خب بعد میره خونش میره مامانش نیست و فلان اینا. خب بعد دنبال مامانش میگرده و اینا. بعد اونم میگره خونش. بعد قرصاشو میخوره. بعد با عمه‌ش هم مشکل داره. میره خونه‌ش دعوا. بعد بیاد خونش خسته است. قرصاشو میخوره. بعدش میاد که عمه‌ش مامانشه. بعد میره خونه عمه‌ش که خونش مامانشه. شما بخون. خب تعلیقو بخون. سکانس قبل پایه‌های ساختمان نیمه‌کاره در حال شروع شدن و ریخته شدن. مایکل میره که به ساختمان نیمه‌کاره خودش سر بزنه. بلافاصله پس از تماس با ایزابل خنده‌داری شروع می‌شود و ساختمان جلوی چشمان مایکل می‌ره. مرسی. من یادت سریال فرام انداخت. سوسپانس هم بگم. نه. من سورپرایز نوشتم. بخون. مایکل نحوه ازدواج رو آماده میکنه داخل جعبه و داخل جیبش میذاره. میخواد از دخترش ایزابلا خواستگاری کنه. او در کار جلوی بچه‌ها گوش بدین ببینید چی میخونه دوستتون. ایزابلا زانو میزنه ولی ایزابلا جواب منفی میده و میگه جاناتان را. خب بخون. من قبلش سوال می‌پرسم اینکه میشه یک تعلیق داشته باشیم بعد یهو یه اتفاقی بیفته و این سورپرایز تعلیق با هم اتفاق بیفته. یعنی این کارو کردی؟ بخون ببین چیکار کردی. بعد از اینکه اون گفتگوی مایکل رو داریم با اون تمرین فضا منفی و اون اکستریم لانگ شده، نمای بسته از کوتولا رو داریم که دارن توی جنگل میدوئن و فقط پاهاشون معلومه و یهو میگه از یه چیزی میترسن ترمز میکنن و برمیگردن با سرعت و ما نمیدونیم که چیه. بعد کات میخوره به گفتگوی پلیسا کنار جنگل که حالا چیکار کنیم، چه برنامه‌ای داشته باشیم و نما بازه و گفتگو خیلی مهمه. و بعد یهو میبینیم که کوتولا علیه جنگل میزنن بیرون و فرار میکنن. پلیسا نمیدونن چه اتفاقی افتاده، دوباره موجودات سبز کوچولو دارن میرن. بعد که یکم ما اینجا صبر داریم و منتظر میبینیم چه اتفاقی افتاده، یهو صدای پای یک هیولای بزرگ میاد به اضافه یه باد شدید و یکم که این صدا میاد و پلیسا میترسن متوجه میشیم که روح آقای جاناتان. اوکی مرسی. شما بخون. بعد حسین. اولش یه سکانسی رو می‌بینه که جاناتان داره از پله‌ها بالا میره و داره گریه میکنه، لبه یه ساختمون وای میسته و عکس بچه‌ش که مرده رو نگاه میکنه و خودش رو پرت کنه. اینجا استوب میشه. حالا این پلن بعدی مایکل و ایزابل یه قرار عاشقانه دقیقاً کافه پایین هم ساختمون دارن و اینجا مایکل دستش رو خیلی تردید داره، دستش رو داخل جیبش برای که حلقه رو در بیاره. همون لحظه جاناتان دقیقاً روی میز اینا میفته و میمیره و خودش روی لباس. یه چیزی بهتون بگم. دیروز شما نبودی نه؟ این چیزی که نوشتین خوب بود ولی یه چیز دیگر رو اشتباه گفتین. اونو که تعریف کردین یک سکانس بود. یک سکانس گفتین. تو همون ساختمون تو کافه طبقه اول یک اتفاق دیگه میفته همکس. درسته؟ تو همون ساختمونی. اینجا اونی که گفتین صحنه 1 بود، دومی صحنه 2 کافه. خب در همون سکانسی. اون بالا چی بود؟ اتاق بالای ساختمون بود که پشت بوم بود. خب بام. البته این چون داخلی خارجی میشه ولی بازم مهم نیست چون تو همون ساختمونه. خب خوب بود. حسین بخون. عبارتی گفتیم تو شکل گرفته بخونم چه توضیح بدم. بخون. ایزابل در حالی که بغضش را داشت قورت میداد و با گرفتن لبه لباس حریریش ترس خودش را پنهان میکرد از کنار میز ناهارخوری بلند شد و گفت مایکل تو باید بری. مایکل قهوه فنجانش را روی میز گذاشت و تکه شکلات تلخش را جوید و به صندلیاش تکیه کرد و گفت من کسی نیستم که اومده باشه تا الان بخواد بره. ایزابل گفت کاش
من هم خیلی راحت با یک مردی میخوابیدم و بعد تو رو به راحتی نادیده میگرفتم. مایکل خودش را روی تخت انداخت و فنر تخت از خجالت جمع شد. این تمام میشه. بعد کاش بچه ها هیچ وقت بزرگ نمیشدن. دیدن بالا رفتن برعکس آنها از سرسره در تار قند را در دل هر آدم مجردی آب میکنند. این مال اون فضا منفی گفتیم. بعد برای اون سورپرایز و تعلیمش تقریبا اینطور گفتم که مایکل هیچگاه نتوانسته بود با زن دیگری جز ایزابل باشد به جز جسی. جسی چشمها را به ایزابل میبافت، لبها را با اقتدار میگرفت و ترقوه ها را واگذار میکرد. اما در آن شب سرد زمستانی نوامبر در انتهای خیابان اوژینوف مایکل نتوانسته بود که جسیکا را چیزی جز شاگرد محبوب خودش ببیند. بعد برای مثلا بخش سورپرایزم اینطور نوشتم، اون اینا خوب فکر کنم تو در ایزابل پاسخی برای لباس زنانه در خانه‌اش نداشت. او همچنان که با ادوارد مشاور شخصیش درد و دل می‌کرد نمی‌توانست بگوید که چطور. برسم تهران حتما داستانی که برام دوم فرستادی رو میخونم و مرسی. شما بخون. چیز قبل از اینکه بخون فضای منفی تو خیلی دوست داشتم، اصلا خوب بود. از نظر ادبی هم خوب بود. بخون. مایکل وقتی که برای دوری از مردم و استراحت به خانه پدرش رفته بوده، اونجا متوجه میشه که پدرش در واقع موجود 10 ثانیه رو بیدار کرده. این اون سورپرایزیه که حالا تعلیقش اون قسمتیه که با میره خونه، میره مثلا عکسای کودکیشو میبینه، حالا یه استراحت میکنه و اونجا متوجه میشه که حالا پدرش همچین حرکتی رو زده. بعد این سورپرایز برای مخاطبه، ولی سورپرایز برای کاراکترم ایزابل چون یه پزشک در مرکز کاربوچکاتویی از جنازه آقای جاناتان متوجه میشه که این مرد توسط موجودات پرطبیعی کشته شده. مرسی. بخون برای آخرین نفر. پیکاسو فقط بلدن طراحی کنه، یعنی نویسنده که میاد تعجب میکنه من یا باهوش سری می بخون. میدونه حالا خوب میشی. خب حالا نکش نفر بنویس. مایک برادر کوچک الان تعلیقه یا سورپرایزه؟ سورپرایز. خب بخون. مایک برادر کوچک ایزابله که به تازگی یتیم شدن، یعنی پدرشون از دست دادن و با مادرشون زندگی میکنن. مادرشون بی‌حساب شده و ایزابل و مایک برای که از دست مادرشون خلاص شن ساعت 5 عصر میرن داخل پارک انتهای خیابون. بعد همونجا که مایک توی پارک مشغول به بازیه متوجه میشه که هوا داره می‌آلود میشه و مه سنگینی میشه. مایک میترسه و دنبال خواهرش میگرده و متوجه یه صداهایی از توی یه ساختمان خرابه میشه. به سمت اون ساختمان خرابه میره و خواهرشون میبینه که داره با یه موجودات کوچیک سبزرنگی داره اذیتشون میکنه و مایک عصبانی میشه و میگه که دست از سرشون بردار، ولی ایزابل بردش گوش نمیده، بلش میده. مایک عصبانی میشه در حالی که چشماش سبز شده سمت خواهرش حمله میکنه، از طبقه پرتش میکنه پایین و با موجودات سبزرنگ توی مه گم میشه. خب این کجا منو سورپرایز میکنه؟ اون لحظه‌ای که هول میده خودش از اینجوری شده که انگار از اون موجودات سبزرنگی خودشو، یعنی حتی قتل پدرش رو هم تقصیر مایک بوده. چون وقت نداریم ایونت و اکسیدنت رو بنویسین، نفر اول شما بخونین بعد شما. ایونت و اکسیدنت رو یادتونه دیگه بنویسین، یه ایونت به من بدین با همینا. اول ببین برای ایونت دادن مهمترین چیزی که ایونت به شما میده چیه؟ اینی که اول آنتاگونیست خودتون رو مشخص کنید. وقتی مشخص میشه اتفاقاتی که آنتاگونیست براش میچینین میشه ایونت و اکسیدنت برعکس. اتفاقاتی که سر راهتون قرار میگیره، که سر راهتون در راه مبارزه با آنتاگونیست قرار میگیره میشه اکسیدنت. اول ما یک پروتاگونیست باید معرفی کنیم برای ایونت و اکسیدنت دادن به من، بعد یک آنتاگونیست میتونیم باید معرفی کنیم. میتونه آنتاگونیست سرنوشت طبیعت هم باشه که تو این داستان راحت میتونید ازش استفاده کنیم. پلیس و آتش‌نشان هم دارین ازش استفاده کنیم. خب مثلا قهرمان داستان تو شاید پلیس باشه یا برعکس. برای همین الان به من خیلی راحت در 2 دقیقه یک اکسیدنت بدین که سخت‌تره، بعد ایونت بدین.
ما توی سورپرایز نهایتا مثلا یه نوع مثلا نتیجه گیری یا اتفاق جدیدی داریم که مثلا ما میبینیم مثلا تولد یه نفر میره تو اتاق میبینه که مثلا تولد شده یه چیز جدید اتفاق میفته. تو تعلیق هم در نهایتش همچین چیزی هست یا نه؟ تعلیق اتفاق میفته و اونو مخاطب حتما از قبل میدونه و قرار نیست چیز جدیدی مثلا به مطلب اضافه بشه. ببین نمیدونه، اگر بدونه تو تعلیق نمیره. خب نمیدونه چه بلایی میخواد سر به موقعیت رو دیده، موقعیت رو میدونه قاتل در انتظار کاراکتر قهرمان داستان 2 در اتاق بغلی، قهرمان تو میره داخل. خب این دیگه وارد تعلیق میشه مخاطبه که آیا قاتل میکشه یا نمیکشه. اینو دیگه نمیدونه که مخاطب نمیدونه که قهرمان میمیره یا نه، ولی اینو میدونه که قاتل اون بغل تو اتاق بغله، ولی کاراکتر نمیدونه. اینجا اطلاعات مخاطب بیشتر از کاراکتر توئه. چی میدونه بیشتر؟ اینکه یه قاتل اونجاست، کاراکتر تو نمیدونه میره تو. بیشتر فیلم‌های ترسناک هم از همین قضیه استفاده میکنن که هیجان ایجاد میکنن. خب وقتی که میره تو، حالا اونجا که میمیره نمیمیره مخاطب تو رو نگه میداره. این کاری که تعلیق با تو میکنه. سورپرایز برعکس انجام میده. سورپرایز چیزی که تو نمیدونی و کاراکتر میره انجامش میده، تو احتمال دیگه‌ای میزنی که معمولاً با اینجا ننوشتم توییت داستانی به وجود میاد که با یک چرخش داستانی به وجود میاد. تمام احتمالاتی که تو دادی رو با یک توییت داستانی نویسنده عوض میکنه، یک اتفاق جدیدی رخ میده و تو سورپرایز میشی به عنوان مخاطب. خب بعد مقابل تعلیق و سوسپانس. برای همین اینجوریه. خب یه اکسیدنت بنویس جان. بچه‌ها می‌نویسن، من تعلیق نمی‌تونم بخون.